عرض ادب و سلام دارم خدمت دوستان عزیزم. به کانال قصه های دلنشین خیلی خوش اومدید. امیدوارم از شنیدن داستان امشبم لذت کافی رو ببرید. دوستان عزیزم، قبل از اینکه داستان رو بشنوید لطفاً مثل همیشه با لایک و کامنت و همینطور سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنید. بریم سراغ داستان امشب. وقتی پرسیدم از خانوادم خبری شده گفت آقا جونم و مهدی، همون جوونی که اون دفعه اومده بود، اومدن شهر برای دیدنم. با خوشحالی خواستم برم ببینمشون، اما قدسی خانم دستمو گرفت و گفت ماهزاد، آقات نمیدونست تو زن سایی شدی. خشکم زد. نمیفهمیدم چطور ممکنه، چون خودم رضایتنامه‌ای که آقا جون امضا کرده بود و دیده بودم. باورم نمیشد محمد رضا بدون دلیل همچین چیزی رو از آقا جونم پنهون کرده باشه. اگه به آقا جونم میگفت مطمئنا اونم مخالفتی نمیکرد و خیلی هم خوشحال میشد که من با محمد رضا ازدواج کنم. وارد خونه قدسی خانم که شدیم هنوز خبری از آقا جون و مردی که میدونستم مهدیه نبود. زنها با دیدنم با خوشرویی جلو اومدن. اونقدر کلافه و گیج بودم که هیچ از حرفاشون رو نمیفهمیدم. قدسی خانم که شرایطو دید تشری به زنها زد و از من خواست برم توی اتاقش. خودش هم پشت سرم اومد و با نگرانی گفت این پسر با این کاراش آخر کار دست خودش میده. خواستم حرفی بزنم که صدای در زدن به گوشم رسید. که این بعد صدای یالای مردونه‌ای بلند شد. از پنجره نگاهی به بیرون انداختم. آقا جون بود و مهدی. دیگه نتونستم تحمل کنم و با شوق به سمت حیاط دویدم. با دیدن آقا جون ناخودآگاه بغضم شکست و زدم زیر گریه و ناسزا دادم به خودم رو که تو اون چند ماه دلم براشون تنگ نشده بود. آقا جون که تو همون مدت حسابی شکسته شده بود گفت دخترم خوبی؟ این مدت که بهت سخت نگذشت ها؟ همه چی خوب بود؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم و سراغ بقیه رو گرفتم. با تعارف قدسی خانم به سمت اتاقش رفتیم. وارد اتاق که شدیم آقا جون نگاهی به دور تا دور اتاق کرد و گفت همه خوبن. دلتنگت هستن. اومدم برات گردونم. با نگرانی نگاهی به قدسی خانم انداختم. قدسی خانم اشاره کرد تا حرفی نزنم و خودش با اجازه گفت و رفت توی حیاط. با رفتنش آقا جون گفت اینجا راحت بودی ماهزاد؟ اذیت که نمی‌شدی ها؟ مهدی گفت آدمای خوبی بودن. همه تو این محله از خوبی این زن میگفتن. به سختی گفتم بله آدمای خوبین. قدسی خانم با من عین دخترش رفتار میکنه. آقا جون گفت باید یه جوری از خجالتشون در بیام. مهدی میگفت پول قبول نمیکنن. قبل رفتن میریم یکم خرید میکنیم براشون تا زیر دین نباشیم. هرچند تا ابد من مدیون محبت این زن و محمد رضا. راستی ازش خبر داری؟ مرکه شد گفت میاد اینجا یه سری بهت میزنه و بعد میره پیش خانواده‌اش. گفتم اومد. خبری ازش؟ حرفم با ورود قدسی خانم قطع شد. سری از جا بلند شدم و سینی چایی رو ازش گرفتم و مشغول گردوندن چایی شدم به امید اینکه آقا جون دیگه سوالی در مورد محمد رضا ازم نپرسه. سینی رو که زمین گذاشتم آقا جون با دقت نگاهم کرد و گفت ماهزاد خوبی؟ رنگ به صورت نداری. به سختی لبخندی زدم و گفتم خوبم. وقتی شنیدم شما اومدید خیلی هیجان زده شدم. از مدرسه تا اینجا رو دویدم. آقا جون با کنجکاوی گفت کی بهت خبر داد مگه؟ قدسی خانم که دید من دارم همه چی رو خراب میکنم گفت من پسر یکی از همسایه‌ها رو فرستادم دنبالش. گفتم بفهمه اومدید خوشحال میشه. آقا جون سری تکون داد و بعد خوردن چایش گفت ما خیلی مزاحم شما شدیم خانم. واقعا بابت این مدتی که از دختر من نگهداری کردید تا عمر دارم مدیون شما و این دین هیچ جوره ادا نمیشه. قدسی خانم کمی خودش رو جمع جور کرد و گفت نگین این حرفو. مازادم این دختر خودمه. ماشاءالله به تربیتتون. دختر خیلی خوبی دارید. خدا براتون نگهش داره. آقا جون تشکری کرد و گفت ما دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم. خیلی زودتر از اینا باید میومدیم دنبال ماهزاد. منتها یه سری اتفاقات بود که باید حل میشد. الانم دیگه مانعی برای برگشت ماهزاد وجود نداره. ننه و خواهراشم خیلی دلتنگشن. با بغض نگاهی به قدسی خانم انداختم. قدسی خانم دستپاچه گفت به این سودی؟ این دختر داره اینجا مدرسه میره. حیف درسشو ول کنه. کاش میذاشتیش لااقل چند ماه دیگه بمونه. منم یه زن تنهام. موندنش اینجا برای من دردسری نداره. آقا جون گفت شما لطف دارید اما درست نیست یه زن تک و تنها تو این شهر بی در پیکر باشه. از خدا که پنهون نیست. از شما چه پنهون؟ من این مدت یه شب خواب راحت نداشتم. همش دلنگران این دختر بودم. دلم خوش بود به تعریفایی که دامادم از شما کرده بود. پیش خودم باشه خیالم راحت تره. به سختی لب باز کردم و گفتم عمه مایده اگه باز بخواد. مهدی حرفمو قطع کرده گفت سکته کرده. با تعجب نگاهش کردم. آقا جون نگاه بدی به مهدی انداخت و گفت نیازی به گفتنش نبود. با سماجت گفتم چی شده مگه؟ سکته چرا؟ آقا جون گفت چی بگم والا الان وقتش نیست. سر فرصت خودت همه چیزو میفهمی. تا ما میریم توی کوچه ساکتو ببند و بیا. آقا جون و مهدی که از جا بلند شدن تمام جسارتمو جمع کردم و گفتم آقا جون من نمیتونم بیام.
آقا جون با تعجب به سمتم برگشت و گفت یعنی چی نمیتونم بیام؟ گفتم اینجا دارم درس میخونم آقا جون. آقا جون اخم کرد و گفت نه چند ماه خواب به چشمش نیومده. خواهرات اونقدر نگران تو که شب و روزشون رو نمیفهمن. ننجونت قصه داره. بعد تو میگی نمیای؟ نگرانی این همه آدم واسط مهم نیست؟ قاسی خانم خواست حرفی بزنه که آقا جون سریع گفت میشه من دخترمو تنها بذارید؟ قاسی خانم چشم میگفت و از اتاق بیرون رفت. با رفتنش آقا جون نگاهی به مهدی انداخت که باعث شد اونم سریع بلند شه و بیرون بره. خجالت زده سرمو پایین انداختم. آقا جون کمی نزدیکم شد و گفت به من نگاه کن ماساد. با شرم سرمو بالا گرفتم. آقا جون با دقت نگاهم کرد و گفت چه شده تو؟ مهدی میگفت حتی 10 روزم تو این شهر دوام نمیاری. چه شده که بعد از 70-80 روز حرف از موندن میزنی؟ با خودم گفتم تا کی میخوای دروغ بگی؟ این همه محمد رضا حمایتت کرد. یه بارم تو پشتش در بیا و ازش حمایت کن. حالا به هر دلیلی از آقات اجازه نگرفته، اما این مدت از گل نازکتر بهت نگفته که. نفس عمیقی کشیدم و بعد از سکوتی کوتاه گفتم چون من آقا جون من چطوری بگم؟ چشم بستم و سریع گفتم من ازدواج کردم. وقتی هیچ صدایی به گوشم نرسید آهسته چشمامو باز کردم. آقا جون با بهت و تعجب داشت نگاه میکرد. بعد از سکوتی کوتاه گفت تو چی گفتی مازاد؟ چه کار کردی؟ شوخی میکنی مگه نه؟ سرمو به طرف این تکون دادم و زمزمه کردم نه شوخی نبود. من ازدواج کردم آقا جون. با کی ازدواج کردی؟ با اجازه کی؟ تو مگه خانواده نداشتی که بیخبر از ما ازدواج کردی؟ چشمت به زرق و برق شهر افتاد. یادت رفت از کجا آمدی؟ منتظر نموندی من بیام بدون حضور من؟ صداش بالا رفت. برای اولین بار سرم فریاد کشید. زن کی شدی؟ چرا ساکت شدی؟ بگو حرف بزن. زن کی شدی ها؟ با صدای فریاد آقا جون اول مهدی و بعد محمد رضا سراسیمه وارد اتاق شدن. از زور گریه نفسم بالا نمی اومد. مهدی به سمت آقا جون رفت که از خشم و حرص کل صورتش قرمز شده بود. بازوی آقا جون رو گرفت و گفت آروم باشید آقا جون. صدای داد و بیدادتون کل خونه رو گرفته. محمد رضا هم با فاصله از من ایستاد و با غصه گفت معذرت میخوام. براتون توضیح میدم. با دلخوری نگاهش کردم. دلمو شکونده بود اما دوستش داشتم. آقا جون با صدای گرفته‌ای گفت نکنه زن این پسره شدی آره؟ محمد رضا با آرومی گفت من همه چی رو براتون توضیح میدم. به خدا قسم قصد بدی نداشتم. فقط همه چیز یه دفعه‌ای شد. من همه چیزو براتون میگم. ماهزاد نمیدونست که شما بیخبری. فکر میکرد رضایت دادید به این وصلت. آقا جون دستشو از دست مهدی کشید و با قدم بلندی به سمت محمد رضا اومد و تا محمد رضا به خودش بیاد سیلی محکمی نثارش کرد و بعد با حرص گفت بهت اعتماد داشتم. عین چشام بهت اعتماد داشتم. فکر کردم بچه‌مو به دست آدم درستی سپردم. فکر کردم حلال و حروم سرت میشه. دختر منو عقد کردی بدون حضور خانواده‌اش؟ خواست دوباره به سمت محمد رضا حمله کنه که جیغی کشیدم و خودم رو بینشون انداختم و با گریه گفتم تو رو خدا آقا جون، تو رو خدا بذار برات توضیح بده. به خدا این مدت از گل نازکتر به من نگفته. زندگیم باهاش خوبه آقا جون. من خوشبختم. با محمد رضا خوشبختم. مگه شما همینو نمیخواستی؟ آقا جون چنگی به قلبش زد و گفت چطور راضی شدی؟ چطور تونستی بدون حضور خانواده‌ات؟ محمد رضا کمی جلو رفت و گفت اجازه بدید من توضیح بدم. آقا جون گفت هیچ توضیحی ازت قبول نمی‌کنم. از منم خواست وسایلمو جمع کنم و باهاش برگردم ده. با گریه گفتم نمیام. خواستم اجازه بده اول حرف بزنیم بعد. بهش گفتم محمد رضا تو این مدت مراقبم بوده، اذیتم نکرده و من کنارش خوشبختم. ولی آقا جون گفت من پدرتم و بدون رضایت من این ازدواج رو قبول ندارم. اگه محمد رضا از اول مثل یه مرد میومد و با من حرف میزد همه چیز فرق میکرد. محمد رضا گفت منو دوست داره و دلیل این که حقیقت رو نگفته دلیلی داشته که فعلا نمیتونه بگه، اما آدم بدی نیست و با حلال و حرام بزرگ شده. آقا جون منو سر دوراهی گذاشت. گفت یا خانواده‌ت انتخاب کن یا مردی که از اول با دروغ وارد زندگی شده. نمیتونستم انتخاب کنم چون یه طرف خانواده‌ام بودن و یه طرف محمد رضایی که باعث شده بود دوباره طعم محبت و خوشبختی رو بفهمم. با گریه سکوت کردم. چی میتونستم بگم؟ نمیفهمیدم محمد رضا چرا همچین دروغی گفته. چرا از اول رضایت آقا جون رو نگرفته. محمد رضا با صدای ضعیفی گفت من دختر شما رو دوست دارم جعفر آقا. به خاطر نگفتنم دلیلی دارم که فعلا نمیتونم بهتون بگم. اما من نه نامردم نه آدم بد. سر سفره حلال بزرگ شدم اما دست و بالم بسته بود. آقا جون دستی به صورتش کشید و با صدای آرومی گفت انتخاب کن ماهزاد. یا خانواده‌ات یا مردی که از اول با دروغ جلو اومده. با تردید نگاهی به محمد رضا انداختم. چطور میتونستم انتخاب کنم؟ آقا جون خم شد و کیفمو برداشت. محمد رضا با التماس گفت
آقا جعفر من خطا کردم، شما بزرگی کنید و ببخشید. آقا جون قدمی به سمت در برداشت و بی توجه به محمد رضا رو به من گفت بیا بریم ماهزاد. ننت منتظرته، خواهرا دلتنگتن. ننجونت هم حال روز خوبی نداره و دلش میخواد تو رو ببینه. بیا ماهی، بیا دخترم. من اجازه ندادم، عقدتون درست نیست. محمد رضا با صدای ضعیفی گفت ماهی مطلقه بوده. نیازی به اجازه پدر نداشته. آقا جون نگاهی تندی به محمد رضا انداخت و گفت خیلی پررویی. چطور رود میشه تو چشمای من نگاه کنی و این حرفا رو بزنی؟ با التماس نگاهی به مهدی انداختم و گفتم تو رو خدا مهدی تو یه چیزی بگو. مهدی با ملایمت گفت آقا جون شما الان عصبانی هستی، تشریف بیارید بشینید، یکم آروم که شدید حرف میزنیم، همه چیز حل میشه. ماهی الان زن محمد رضاست. اینو که گفت آقا جون نگاهی تندی بهش انداخت و با صدای بلندی گفت ساکت شو. میفهمی چی میگی؟ دختر من بدون اجازه من به عقد همچین آدمی در اومده. از اولم با نقشه وارد زندگی ما شدی مگه نه؟ گامی بلندی به سمت محمد رضا برداشت و ضربه محکمی بهش کوبید و گفت شایدم حرفای خواهرم درست بوده. تو باعث شدی زندگیش خراب بشه و به این حال و روز بیفته. تو تخم شک و بددلی رو توی دل صفدر کاشتی و ماهزاد رو به این حال و روز انداختی. آره؟ اینو گفت و برگشت سمت من. میخوای با این آدم زندگی کنی؟ با آدمی که باعث بانی تمام این بلاها بوده؟ پس مائده دروغ نمیگفت و من نادون تو رو سپردم بهش. اونقدر گریه کرده بودم که نفسم بالا نمیومد. دوتا از عزیزترین آدمای زندگی مقابل هم قرار گرفته بودن و انتخاب بینشون از مرگم سخت‌تر بود. قدسی خانم تقی به در زد و وارد شد. در بست و با ملایمت گفت تو رو خدا اینقدر همه چی رو پیچیده نکنید. به خدا که با حرف زدن همه چیز حل میشه. من این پسر رو خیلی خوب میشناسم. عین بچه خودمه. تو همین خونه بزرگ شده. شیر پاک خورده است این پسر. تو رو خدا خطاشو نادیده بگیرید و بشینید با هم حرف بزنید. میشناختم آقا جونا، میدونستم اگه یکی از چشمش بیفته آسمون هم به زمین بیاد نظرش در مورد اون آدم عوض نمیشه. میدونستم اگه دلش از یکی بشکنه دیگه محاله دلش باهاش صاف بشه. ننجون همیشه میگفت قوم و خویش بابات همه کینه‌ای هستن و سخت میشه کینه رو از دلشون پاک کرد. آقا جون انگار حرفای قدسی خانمو نشنید که دوباره رو به من گفت یالا ماهی باید بریم. به ننت گفتم تا شب نشده میرسیم. قدمی به سمت آقا جون برداشتم که باعث شد لبخندی از سر پیروزی بزنه. نگاهمو به محمد رضا دوختم که با حالی خراب داشت نگاه میکرد. قدم دومو که با تردید برداشتم محمد رضا با حالی زار گفت میری ماهزاد؟ دلم پر غصه شد از شنیدن صداش. دوراهی بدی بود. قدم بعدی رو که برداشتم صدای محمد رضا ضعیف‌تر شد. جوری اسممو صدا زد که قلبم شکست و اشک دوباره نشست روی صورتم. تا جلوی در با آقا جون رفتم اما نتونستم پا بذارم روی دلم. نتونستم مردی که بی هیچ چش داشتی تو بدترین روزای زندگیم به دادم رسیده بود و رها کنم و برم. اگه میرفتم من دیگه ماهزاد نبودم. با خودم گفتم مگه نمیگفتی اگه محمد رضا بگی بمیر سرتو میذاری زمینو میمیری؟ این که از مردن سخت‌تر نیست. تهش یه مدت میگذره و بعد با هم میریم دستبوسی آقا جون. میریم به دست و پاش میافتیم تا منو ببخشه. آقا جون که از دختر عزیز دردونش نمیگذره. اما شاید محمد رضا بگذره. شاید با رفتنم فراموش کنه منو و اون وقت باید تا آخر عمر حسرت بخورم. اون وقت دیگه زندگی برام پوچ و بی‌معنا میشه. اگه میرفتم علاقه نابی رو از دست میدادم که نمونهش فقط تو قصه ها بود و اگه میموندم پدرمو از دست میدادم. یه پامو از اتاق بیرون گذاشتم. چشم بستم رو تمام حمایت‌های پدرم. چشم بستم رو تمام محبتاش، تمام پشتیبانی‌هاش، تمام سختی‌هایی که اون مدت به خاطر من کشیده بود. قدمی به عقب برداشتم و زمزمه کردم نمیام. نمیتونم بیام. آقا جون با بت به سمتم برگشت. درست لحظه‌ای که خیال میکرد پیروز این میدون شده دخترش قد علم کرد جلوش و چشم بست رو تمام روزای بچگی و نوجوانیش و مردی رو انتخاب کرد که فقط 1 سال بود میشناختش. شکستن آقا جون همونجا دیدم. خم شدن کمرشو. اشکم لحظه‌ای بند نمیومد. عقب رفتم و با صدای گرفته گفتم ازم نخو بین شما یکی رو انتخاب کنم آقا جون. اگه زندگی من برات مهمه، اگه دلت خوشبختی منو میخواد اینو ازم نخوا. جونمو بگیر ولی ازم نخوا یکی رو انتخاب کنم. من خوشبختم آقا جون، خیلی زیاد. این خوشبختی رو ازم نگیر. زانوم سوس شد و روی زمین نشستم. قدسی خانم به هم نزدیک شد و کنارم نشست و گفت چرا اینجوری میکنید آقا؟ ماهزاد دختر شماست. راضی به عذاب کشیدن دخترتون نباشید. آقا جون کمی به هم نزدیک شد. با خودم گفتم حتما پشیمون شده از کارش. جلوم زانو زد. با چشمایی که تار میدید نگاهش کردم. پوزخندی زد و گفت انتخاب کردی؟ بین پدری که همیشه پشتت بود و مردی که فقط چند وقته میشناسیش انتخاب کردی ماهزاد؟ یادت نره این انتخاب تاوان داره. تاوان سختی هم داره. از امروز به بعد خیال کن پدرت مرده. مادرت مرده، خواهر و برادرات همه مردن. منم میرم ده و بهشون میگم ماهزاد مرد.
میفهمی؟ برای ما مردی. ماهزاد بدجور دلمو شکستی، بدجور خوردم کردی. چند ماه به خاطر تو خواب به چشمم نیامده. به خاطر جلوی خواهرم وایستادم. بدترین حرفا رو شنیدم، ولی پشتتو خالی نکردم که هر کی جای من بود این کارا رو نمیکرد. چشم بستم رو حرف مردم و طلاق تو گرفتم. رفتم بچه خواهرم رو به حد زیادی کتک زدم. خودم رو به دردسر انداختم تا از تو که پاره تنم بودی حمایت کنم. این بود دستمزد تمام حمایتام. با گریه گفتم تو رو خدا آقا جون، منو تو این شرایط قرار نده. من نمیخوام هیچ کدومتون رو از دست بدم. آقا جون میدونید اندازه جونم دوستتون دارم. از جا بلند شد. لحظه آخر حس کردم قطره اشکی رو توی چشمش دیدم. نفس عمیقی کشید و رو به مهدی گفت برمیگردیم ده. اینو گفت و جلوی چشمای مات و مبهوت من از اونجا بیرون زدن. با رفتنشون رو کردم به محمد رضا و با گریه گفتم تو رو خدا برشون گردون، تو رو خدا. محمد رضا سری به سمت حیاط دوید. با رفتنش گریه‌ام شدت گرفت. قدسی خانم بغلم کرد و گفت قصه نخور دخترم، سایه برشون میگردونه. اما برنگشتن. رفت و برگشت محمد رضا 10 دقیقه طول کشید و وقتی برگشت سرش پایین بود و تو چشمام نگاه نمی‌کرد. قدسی خانم با صدای آرومی گفت رفتن؟ محمد رضا گفت رفتن. نتونستم حریفشون بشم. اما مهدی گفت باهاش حرف بزنه. گفت یکم که بگذره آقا جعفر کوتاه میاد. اما من میدونستم دل آقا جونم که بشکنه هیچ جوره دیگه نمیشه کارش کرد. ننم همیشه میگفت خدا نیاره روزی رو که آقا از یکی رو برگردونه، دیگه فایده‌ای نداره. محمد رضا با غصه گفت بلند شو مازاد، اینقدر گریه نکن، رنگ به صورت نداری. از جا بلند شدم. گفت ببخش منو، همش تقصیر من بود. قدسی خانم سرفه‌ای کرد و با گفتن این که میرم ناهار رو بکشم تنهامون گذاشت. با رفتنش محمد رضا منو نشون روی زمین و خودشم روبروم نشست. با صدای گرفته‌ای گفتم چرا بهم دروغ گفتی؟ چرا به آقام خبر نداده بودی؟ محمد رضا نفس عمیقی کشید و گفت الان نمیتونم بهت بگم. به خدا قسم نمیتونستم بگم. اگه میگفتم ازم میخواست خانواده‌مو بیارم. اونا هم نمیومدن. محمد رضا گفت قصه نخور ماهی، قول میدم با آقا حرف بزنم. یکم که بگذره خشمش میخوابه. اون که نمیتونه قید دخترشو بزنه. به اجبار باشه گفتم و رفتم دست و صورتمو شستم. ستاره با دیدنم اومد سمتم و یواشکی گفت ماهی از من میشنوی یه بچه بیار. بچه که بیاری جای پات صفر میشه. با تعجب گفتم چرا اینقدر اصرار داری من بچه دارشم؟ تو چیزی میدونی؟ دستپاچه گفت نه من به خاطر خودت میگم. شاید تو هم مثل من دیر بچه دار بشی یا اصلا نشی. حرفی نزدم و برگشتم اتاق قدسی خانم. اون روز غذا از زهر برام تلخ‌تر بود. حتی یه لقمه هم نتونستم بخورم. تمام فکرم پیش آقا جونم بود. پیش تمام محبت‌ها و حمایت‌هاش. مردی که به خاطر من جلوی خانواده‌اش ایستاده بود و حرف مردمو به جون خریده بود. اون وقت من باهاش چیکار کرده بودم؟ پشتشو خالی کرده بودم و دلشو شکسته بودم. بدون اینکه حتی یه قاشق غذا بخورم سفره رو پس دادم. محمد رضا با نگرانی گفت ماهی هیچی نخوردی که؟ لب برچیدم و گفتم اشتها ندارم. قصی خانم گفت قصه خوردن که چیزی رو درست نمیکنه دخترم. آهی کشیدم و گفتم سیرم چیزی نمیخورم. محمد رضا هم بلند شد، کیفمو برداشت و گفت پاشو بریم خونه خودمون. بی حرف دنبالش راه افتادم. هنوز نمیدونستم تصمیمی که گرفته بودم درسته یا نه. فقط از ته دلم میخواستم هیچ وقت بابت انتخابم پشیمون نشم. وقتی رسیدم خونه نشستم سراغ کتابا و دفترام تا شاید با درس خوندن بتونم چهره غمگین آقا جون از یاد ببرم. محمد رضا هم روبروم نشست و بعد از سکوتی گفت از من دلخوری؟ جوابی ندادم. خودم نمیدونستم باید از کی دلخور باشم. از محمد رضا که بهم دروغ گفته بود، از آقا جون که مجبورم کرده بود بینشون یکی رو انتخاب کنم، یا از خودم که با انتخابم دل پدرمو شکسته بودم. بعد از سکوتی طولانی با صدای گرفته‌ای گفتم چرا بهم دروغ گفتی؟ محمد رضا گفت مجبور بودم ماهی. به خدا الان نمیتونم دلیلشو بگم. اما چاره ای نداشتم. میخواستم همین روزا برم با آقا حرف بزنم. ولی فکر نمیکردم سر زده بیان. دوباره گفتم چرا مجبور بودی؟ چرا دروغ گفتی؟ گفت نمیتونم بگم. ازم نخواه الان بگم. با غیظ نگاهش کردم و گفتم چطور انتظار داری بهت اعتماد کنم؟ تو با دروغ وارد زندگی من شدی. هنوزم داری ازم چیزی رو پنهون میکنی. من جلوی آقا جونم ایستادم. محمد رضا تو میدونستی اون برام چقدر عزیزه. میدونستی جونم هم براش میدم. کاری کردی دلشو بشکنم. فکر کردی دیگه منو میبخشه؟ نه. آقا جونم هیچ وقت منو نمیبخشه. گریم شدت گرفت. حرف آخر آقا جون مدام توی گوشم بود که گفته بود برای ما مردی. من آقا جونمو خوب میشناختم. میدونستم وقتی این حرفو بزنه یعنی دیگه واقعا منو از دست داده.
دروغ چرا؟ پشیمون شده بودم. با خودم میگفتم کاش میرفتم. اگه محمد رضا واقعا دوستم داشت دنبالم میومد و هر طور شده رضایت آقا جون رو میگرفت. آقا جون که از سنگ نبود. وقتی میدید من کنار محمد رضا خوشبختم بالاخره دلش نرم میشد. اما حالا با انتخابی که کرده بودم انگار تمام راههای برگشت و پشت سرم خراب کرده بودم. تازه داشتم میفهمیدم چه کاری کردم و چقدر آقا جونم رو شکستم. محمد رضا وقتی حال خرابم دید آروم از اتاق بیرون رفت. اول فکر کردم میخواد بره اما دیدم روی ایوون نشست و خیره شد به یه نقطه. منم اونقدر گریه کردم و قصه خوردم که همونجا روی زمین خوابم برد. وقتی بیدار شدم هوا هنوز روشن بود. رفتم حیاط. محمد رضا هنوز همونجا نشسته بود. با دیدنم گفت بیا بشین. با فاصله کنارش نشستم. خیره به زمین گفت گاهی زندگی اونجوری که میخوایم پیش نمیره ماهی. من اشتباه کردم و قول میدم جبرانش کنم. شده شب و روز برم در خونه آقا تو التماسش کنم این کارو میکنم چون برام مهمی. من دوستت دارم ماهی. طاقت دیدن قصتو ندارم. با سماجت گفتم پس بهم بگو چرا ازم پنهانکاری کردی؟ گفت سر فرصت همه چیزو بهت میگم. قول میدم درستش کنم فقط ازم نخوا الان بگم. به خدا گفتنش الان هیچ دردی رو دوا نمیکنه. بعد از مدت‌ها سوالی که همیشه گوشه ذهنم بود ازش پرسیدم. محمد رضا چرا به من علاقه‌مند شدی؟ با تعجب نگاهم کرد و گفت مگه دوست داشتن دلیل میخواد؟ گفتم در مورد من آره میخوام بدونم چرا عاشق یه زن مطلقه شدی که تمام بدنش سوخته و این همه سختی کشیده. گفت وقتی بهت علاقه من شدم حتی نمیدونستم نامزد داری. دوست داشتن دست آدم نیست مازاد. گاهی بی منطق میاد و توی وجود آدم ریشه میکنه. محبتت از همون روز اول به دلم نشست. اونقدر که تصویر صورت معصومت از جلوی چشمم نمیرفت. برای من نه متعلقه بودنت مهم بود نه اتفاقی که برات افتاده بود. برای من خودت مهم بودی. ظاهر آدمم که امروز هست و فردا ممکنه نباشه. اش روی گونه‌هام نشست. نمیدونستم چه کار خیری کرده بودم که خدا این مرد و سر راهم گذاشته بود. دو حس متفاوت توی دلم داشتم اما سعی می‌کردم پشیمونیم از موندن پیش محمد رضا رو کنار بذارم. با خودم گفتم یکم که بگذره آقا جونم پشیمون میشه و من میرم دستبوسشو همه چیز درست میشه. برای همین سعی کردم دلمو با مردی صاف کنم که همه جوره کنارم بوده و محبتشو باور کرده بودم. آبان تموم شد و آذر رسید. توی اون مدت هیچ خبری از ده نداشتم و دلم بد جوری شور میزد. اما سعی میکردم خودمو با زندگی و درسم سرگرم کنم. یه روز سرد آذر ماه کنار بخاری نشسته بودم و شعر حفظ میکردم که در خونه زده شد. با تعجب رفتم در باز کردم و با دیدن رعنا انگار دنیا رو بهم دادن. محکم بغلش کردم و هر دومون زدیم زیر گریه. با شنیدن صدای محمد رضا تازه به خودمون اومدیم که گفت ماهزاد اینجا توی کوچه درست نیست برید داخل. همراه رعنا وارد خونه شدیم و تازه اونجا چشمم به مهدی افتاد که بچه‌شون رو بغل کرده بود. با خوشحالی گفتم بیای تو آقا مهدی. مهدی کمی دست کرد و با تعارف محمد رضا وارد شد. سری دفتر کتابامو جمع کردم و گفتم ببخشید اصلا انتظار نداشتم بیاین. وای رعنا چقدر دلم برات تنگ شده. الان میرم چایی میارم گرم شید. خواستم بلند شم که محمد رضا گفت بشین ماهزاد من چایی میارم. بعد از این همه مدت خواهرتو دیدی. با ذوق تشکر کردم و دست رعنا رو گرفتم. رعنایی که برای من بوی ده و خانواده‌مو میداد. وقتی محمد رضا رفت رعنا با ذوق نگاهی به خونه انداخت و گفت خونه قشنگی داری. مبارکت باشه. خیلی خوشحالم برات ماهی. بغلش کردم و گفتم خیلی خوشحالم کردی که اومدی. مهدی با پوزخندی گفت از وقتی برگشتیم ده این خواهرت اونقدر گفت بیارمش اینجا که دیگه حریفش نشدم. گفتم بیارمش شاید دست از قرقر کردم برداره. ازش تشکر کردم و از رعنا پرسیدم بچت به دنیا اومد آبجی؟ لبخند از روی صورتش رفت و با غصه گفت از دستش دادم. با تعجب نگاهش کردم. مهدی با حرص دستی به موهاش کشید. اجازه گرفت و از خونه بیرون رفت. با رفتنش بغض رعنا ترکید و زد زیر گریه. بغلش کردم و گفتم بمیرم برات. چرا گریه میکنی؟ رعنا خودشو جمع کرد و گفت اگه بدونی چه زندگی واسم ساخته این مرد. از وقتی بچه‌مون از دست دادیم هر روز سرکوفتشو بهم میزنه. همش میگه از بس واسه خواهرت گریه و زاری کردی بچه‌مون از دست دادیم. رعنا گفت تقصیر من نبوده. قابل گفته بود باید 2 سال صبر کنم بعد حامله بشم. بعد ازم پرسید از زندگی شوهرم راضیم یا نه. منم با ذوق گفتم خیلی خوشبختم. فقط دلم برای آقا جون تنگ شده. رعنا با ناراحتی گفت نباید به خاطر آقا جون زندگی خودم رو تلخ کنم. گفت آقا جون هر چقدر از دخترها حمایت کرده آخرش انتخاباش برای ما خوب نبوده و حالا که من با محمد رضا خوشبختم باید زندگیمو بکنم. گفت فعلا صبر کنم تا خشم آقا جون فروکش کنه و بعد برم دستبوسیش. اما اگه منو نبخشم چیزی عوض نمیشه چون من زن محمد رضامو اون همه جوره هوامو داره.
با ناراحتی گفتم یعنی میگی چشم ببندم روی همه حمایت‌های آقا جون؟ رعنا گفت هر کاری هم کرده پدرمون بوده و وظیفش بوده پشت ما باشه. بعد ازش سراغ صفدر و عمه رو گرفتم. رعنا با خوشحالی گفت یه بلایی سرشون اومده که دیگه آزارشون به کسی نمیرسه و شروع کرد ماجرا رو تعریف کردن. گفت بعد از رفتن من صفدر به هوش اومده و حدود 2 هفته بعد از بیمارستان مرخص شده و بردنش ده. عمه هم کسی رو خونه راه نمیداده تا کسی حال بد صفدر رو نبینه. اما دختر بزرگش به مادر شوهرش گفته بوده صفدر حتی نمیتونه راه بره و مثل جنازه وسط خونه افتاده و فقط دستاشو تکون میده. بعد از مدتی عمه دیگه نتونسته از پس کارهای صفدر بر بیاد و مجبور شده به کسی پول بده تا ازش مراقبت کنه. دامادها و پدر صفدر هم کمی کمکش میکردن، ولی عمه همچنان از من کینه داره و گفته اگه دستش به من برسه بلای سرم میاره. رعنا گفت آخرای مهر ماه فهمیده که عمه هم سکته کرده. ظاهرا یه شب صفدر خودشو کثیف کرده بود و عمه هم از شدت خستگی و کلافگی شروع کرده بود به غر زدن و ناسزا گفتن. چون کسی هم نبوده کمکش کنه، صفدر که هنوز دستاش سالم بوده از عصبانیت عمه رو هل داده و عمه هم از شدت شوک بیهوش شده. همسایه‌ها با شنیدن سر و صدا خودشون رو رسونده بودن و چند تا از زنا لباس تمیز تن عمه کرده بودن و برده بودنش درمانگاه. بعد از انتقال عمه به شهر معلوم شده که سکته کرده. یه طرف صورتش کج شده بود. درست نمیتونست حرف بزنه و برای راه رفتنم به زور و با عصا حرکت میکرد و گاهی زانوش خالی میشد و زمین میخورد. رعنا با خوشحالی گفت خلاصه خواست آتیش بندازه به جون تو، خودش تو همون آتیش سوخت. با تعجب گفتم راست میگی رعنا؟ واقعا این همه بلا سرشون اومده؟ رعنا گفت آره دیگه، این همه نشستم واسه تعریف کردم که چی؟ من اصلا از شنیدن این اتفاقات خوشحال نشدم. با خودم گفتم اگه از زجر کشیدن آدمایی که در حقم ظلم کرده بودن خوشحال میشدم، منم فرقی با خودشون نداشتم. به رعنا گفتم چرا باید از زجر کشیدن یه آدم دیگه خوشحال بشم؟ من حتی برای عمه ناراحتم. ما که نمیدونیم تو زندگیش چی گذشته و چی باعث شده این همه کینه به دل بگیره. رعنا با حرص گفت فلسفه نباف ماهی. عمه بچه نبود که نفهمه داره چی کار میکنه. سالها نقشه کشید تا یکی از ما رو عروس خودش کنه و کینه هاشو از سرمون خالی کنه. چرا باید برای همچین آدمی دل بسوزونی؟ گفتم نمیدونم، هرچی که هست من خوشحال نشدم. بعد از جا بلند شدم و گفتم محمد رضا انگار رفته از سر چشمه آب بیاره و چایی بذاره. وقتی در مطبخو باز کردم دیدم محمد رضا و مهدی کنار هم نشستن و چایی میخورن. با تعجب گفتم فقط واسه خودتون چای ریختی؟ محمد رضا خندید و گفت ببخشید، دیدم شما گرم حرف زدنی، نخواستم مزاحمتون بشم. اومدم یکم با باجناقم معاشرت کنم. ازشون خواستم بیان داخل. مهدی خیلی معذب بود و مدام به رعنا چش قره میرفت، اما رعنا محلش نمیذاشت. متوجه کبودی دور مچ رعنا شدم ولی چیزی نپرسیدم. مهدی با اینکه برای آقا جون و ننه داماد خوبی بود و برای منم برادر حامی خوبی حساب میشد، اما عقاید خاص خودش رو داشت و گاهی زندگی رو برای رعنا سخت میکرد. اون شب با اصرار محمد رضا، رعنا و مهدی و پسرشون توی اتاق ما خوابیدن و من و محمد رضا توی مطبخ با 2 تا پتوی نازک خوابیدیم. من اونقدر از دیدن رعنا خوشحال بودم که اصلا سرمای هوا برام مهم نبود. صبح زود بیدار شدم و مدرسه نرفتم. وقتی محمد رضا بارون تازه برگشت، صبحانه مفصلی درست کردم. بعد صدای حرف زدن رعنا رو شنیدم و وارد اتاق شدم. دیدم مهدی لباس بیرون پوشیده و اخماش توی همه. مهدی به رعنا گفت پاشو اینقدر لج نکن. رعنا با لجبازی گفت نمیام. 2 روز میخوام پیش خواهرم باشم. با تعجب گفتم میخوایم برین به این زودی؟ مهدی گفت باید بریم ماهی، آقات نمیدونه ما اینجاییم. به بهونه بردن علی پیش دکتر ماشین شوهر ماهبانو رو برداشتم و گفتم تا شب برمیگردیم. حالا کلی باید جواب پس بدم. رعنا با حرص گفت من قبل اومدن به ننه گفتم داریم میایم پیش ماهزاد. ممکنه طول بکشه. اونم گفته خودش همه چیزو جفت و جور میکنه. مهدی این همه راه اومدیم، بذار حداقل امروز و فردا پیش ماهی بمونم. معلوم نیست دیگه کی ببینمش. منم از مهدی خواهش کردم تو رو خدا مهدی، من اینجا خیلی تنهام، فقط امروز و فردا بمونید. مهدی که بین من و رعنا گیر افتاده بود بالاخره قبول کرد و گفت باشه، ولی تو رو خدا ماهزاد باهاش حرف بزن. از وقتی تو از ده رفتی از دست این خواهرت روز خوش نداشتم. رعنا با ناراحتی جواب داد آره دیگه تو روز خوش نداشتی. اینو لااقل یه جایی بگو که من نباشم. بعد از حرف مهدی رعنا زد زیر گریه. با ناراحتی بغلش کردم و گفتم گریه نکن رعنا. چتون شده شما 2 تا؟ مهدی با کلافگی گفت بچه‌مو با همین گریه‌های بی خودش از دست داد. زندگی رو برام تلخ کرده. رعنا گفت بچت؟ مگه بچه من نبود؟ قابله نگفته بود نباید زود باردار بشم؟ بعد آستینشو بالا زد و کبودی‌های تازه روی دستشو نشونم داد و گفت
بعد از اینکه بچه‌شون رو از دست داده، مهدی به جای دلداری دادنش کتک هرس زده. گفت به آقا جونم چیزی نگفته و وقتی ازش پرسیده گفته از پله‌ها افتاده تا مبادا بلایی که سر صفدر اومده سر مهدی هم بیاد. با ناراحتی گفتم با دعوا که چیزی درست نمیشه. مهدی تو زندگی منو دیدی صفدر با قلدر بازیاش چطور زندگی هر دومونو خراب کرد. رعنا هم بچه‌شو از دست داده، بچه‌ای که خودش حسش کرده بود. تو رو خدا به جای دعوا و کتککاری بشینید با هم حرف بزنید و مشکلاتتون رو حل کنید، نه اینکه با دعوا یه مشکل دیگه به مشکلاتتون اضافه کنید. مهدی نفس عمیقی کشید و کنار رعنا نشست. رعنا هم ازش رو گرفت و قهر کرد. منم با لبخند گفتم میرم چایی بیارم و تنهاشون گذاشتم. درست وقتی درو بستم صدای مهدی رو شنیدم که داشت از رعنا معذرت خواهی میکرد. با ذوق خندیدم و رفتم سمت مطبخ. مهدی آدم بدی نبود، فقط گاهی خیلی قد و یدنده میشد. رعنا هم بلد نبود با زبون خوش باهاش حرف بزنه. راستش هیچ کدوم از ما بلد نبودیم درست با همسرمون رفتار کنیم. وقتی با چایی برگشتم صورت رعنا از خوشحالی برق میزد و مهدی هم با لبخند مشغول صبحانه خوردن بود. اون روز یکی از بهترین روزای عمرم شد. بعد صبحانه محمدرضا به بهونه کار از خونه بیرون رفت و منم پسر رعنا رو برداشتم و رفتم مطبخ تا رعنا و مهدی کمی با هم تنها باشن. مشغول خرد کردن پیاز بودم و برای علی شعر می‌خوندم که رعنا با صورت گل انداخته وارد شد. با خنده گفتم این دختر بچه‌ها صورتت گل انداخته. رعنا با هیجان گفت کاش مهدی راضی میشد ما هم بیایم شهر زندگی کنیم. با تعجب گفتم چطور مگه از اینجا خوشت اومده؟ رعنا گفت انگار از وقتی اومدیم اینجا مهدی از این رو به اون رو شده. شاید حرفای دیشب محمدرضا روش اثر گذاشته. با تعجب پرسیدم محمدرضا چی بهش گفته؟ رعنا گفت دیشب که ما تو اتاق داشتیم حرف می‌زدیم این دوتا هم حسابی با هم عیاق شدن. انگار محمدرضا نشسته واسه مهدی از دوست داشتن تو گفته. بهش گفته ماهزاد واسه من خیلی عزیزه و من اونقدر دوستش دارم که حاضر نیستم اشک به صورتش بشینه. بعدم از مهدی خواسته هر وقت فرصت خوبی بود بهش خبر بده تا بیاین ده واسه معذرت‌خواهی از آقا جون. گفته من به خاطر ماهزاد غرورم و زیر پام میذارم. مهدی که اینا رو شنیده بود خیلی تعجب کرده بود. انگار باورش نمیشد یه مرد بتونه اینقدر زنش رو دوست داشته باشه و بهش محبت کنه. بعدم رفتار پر از احترام تو رو با محمدرضا دیده. انگار یکم عقلش اومده بود سر جاش. خلاصه که شبیه مهدی روزای اول ازدواجمون شده بود. محکم گونه رعنا رو بوسیدم و گفتم تو هم یکم بهش محبت کنی و دست از غر زدن برداری زندگیتون بهش میشه. رعنا خندید و گفت به به حالا آبجی کوچیکه شده استاد زندگی. منم خندیدم و مشغول درست کردن نهار شدم. ظهر محمدرضا با 2 دست لحاف و پتو به خونه برگشت و دور از چشم رعنا و مهدی تشک‌ها رو برد توی مطبخ. چون وسایل کافی برای پذیرایی از مهمون نداشتم و قرار بود رعنا و مهدی 1-2 شب دیگه بمونن، محمدرضا رفته بود برای مهمونا تشک بخره. ناهارمون خیلی صمیمی گذشت. محمدرضا طبق عادت همیشه حواسش به بشقاب من بود و وسط حرف زدن با مهدی مدام گوشت و خورش توی بشقابم میریخت. مهدی از این کار تعجب کرده بود و رعنا هم با حسرت بهش نگاه میکرد. آخرش مهدی هم برای اینکه از محمدرضا عقب نمونه یه تیکه گوشت توی بشقاب رعنا گذاشت و گفت چرا هیچی نمیخوری لاغر شدی؟ همین کارش باعث شد لبخند روی لب رعنا بشینه. 2 روزی که رعنا پیشم بود خیلی زود گذشت. مهدی قول داده بود وقتی برگشته با آقا جون حرف بزنه و هر وقت شرایط مناسب شد به ما خبر بده تا برای دیدنش بریم. منم ته دلم امیدوار بودم همه چیز ختم به خیر بشه و آقا جون منو ببخشه تا بالاخره طعم خوشبختی واقعی رو بچشم. قبل رفتن مهدی و رعنا وقتی داشتم چند تا سوغاتی توی ساک رعنا میذاشتم علی رو داد بغلم و گفت ماهی یه سوال دارم ازت. واقعا عمه و صفدر رو بخشیدی؟ وقتی شنیدی عمه سکته کرده واقعا خوشحال نشدی؟ کمی فکر کردم و گفتم اگه هنوز توی ده بودم و تو اون اتاق خودم رو حبس کرده بودم شاید خوشحال میشدم و میگفتم من عذاب کشیدم بذار اونم عذاب بکشن، ولی حالا دیگه حتی به زخمای تو آینه نگاه نمیکنم. اونقدر با محمدرضا خوشبختم که دیگه وقتی برای کینه و دشمنی ندارم. اون زخمامو نادیده میگیره. من چرا باید خودم رو با گذشته عذاب بدم؟ من الان زندگی دارم که حتی خوابشم نمیدیدم. رعنا بغلم کرد و گفت الهی قربونت برم، فقط ازت میخوام دیگه برای هیچ کس از خوشبختی تعریف نکنی، مردم چشم میزنن. خندیدم و گفتم شبیه ننه حرف میزنی. بعد برای عوض کردن بحث از سعیده پرسیدم. رعنا گفت سعیده بعد از عروسیش سراغمو گرفته و حالش خوبه. حتی شنیده بود که بارداره. با ذوق گفتم وای چقدر دلم براش تنگ شده. رعنا هم با شیطنت پرسید پس من کی خاله میشم؟ سرمو پایین انداختم و گفتم هنوز زوده. محمدرضا میگه اول باید درسمو تموم کنم و بعد بچه دار بشیم. خودم هم دوست دارم دیپلممو بگیرم، چون اگه بچه داشته باشم دیگه نمیتونم درس بخونم.
رعنا مخالفت کرد و گفت بچه باعث میشه جایگاه هم توی زندگی محمد رضا محکم‌تر بشه و خانواده‌اش هم راحت‌تر منو قبول کنن. کمی فکر کردم. بعدم نمیومد بچه داشته باشم، ولی نمیخواستم با محمد رضا مخالفت کنم. رعنا با خنده گفت خوبه تو هم. آدم انقدر شوهر ذلیل ندیده بودم. از حرفش زدم زیر خنده. رعنا همیشه با بودنش لبخند روی لبم می آورد و دلم میخواست همیشه کنارم بمونه. اما خیلی زود وقت رفتنشون رسید. موقع خداحافظی اونقدر رعنا رو بغل کردم و گریه کردم که داشتم از حال میرفتم. چون میدونستم که دیگه به این زودی‌ها شاید نتونم ببینمشون. قبل رفتن از مهدی قول گرفتم هر چند وقت یه بار رعنا رو برای دیدنم بیاره. با دلی پر از غصه ازشون جدا شدم. محمد رضا وقتی دید گریه میکنم گفت دیگه گریه نکن. 2 روزی که اینجا بودم بهت خوش گذشت. با گریه خرابش نکن. گفتم دلم براشون تنگ میشه. بعدم اعتراف کردم بیشتر از همه دلم برای علی تنگ میشه. به محمد رضا گفتم دلت نمیخواد ما هم بچه داشته باشیم؟ خنده ای کرد و گفت حالا چرا به فکر بچه افتادی خانم ماهزاد؟ جدی بهش گفتم و اونم توضیح داد که شرایط ما با بقیه فرق داره. من درس میخونم و نمیخواد با بچه دار شدن مجبور بشم از آرزوهام بگذرم. گفت هنوز خانواده‌اش از ازدواج ما خبر ندارن و اول باید اونا رو آماده کنه. شاید مجبور بشه مدتی پیش خانواده‌اش بمونه و کمتر منو ببینه. میگفت وقتی خانواده‌های هر دومون راضی شدن برام مراسم مفصل میگیره. بعدم با هم به سفر میریم و تازه بعد به بچه دار شدن فکر میکنیم. با اینکه دلم بچه میخواست اما ته دلم میدونستم حرفای محمد رضا منطقی و واقعا الان وقتش نبود. بعد از رفتن رعنا چند روزی خیلی دلم گرفته بود. ولی کم کم با محبتای محمد رضا و درگیر شدن با درسام دوباره حال و هوام بهتر شد و شدم همون ماهزاد سابق. اونقدر از زندگیم راضی بودم که گاهی فکر میکردم خواب میبینم. حدود 1 هفته بعد محمد رضا برای اینکه حالم عوض بشه منو برای نهار به همون کبابی برد که اولین بار با هم رفته بودیم. بعدش هم ازش قول بستنی گرفتم و با ذوق راه افتادیم. اونجا خانواده جلوی ما نشسته بودن و دختر کوچولوشون چند بار با دقت به دستا و صورتم نگاه کرد و با صدای بلند از مادرش پرسید مامان این زنی چرا دستاش انقدر زشته؟ دلم شکست و سعی کردم بغضم رو قورت بدم اما مادرش با بیرحمی گفت که دیدن من حالشو بد میکنه و اشتهاشو کور کرده. دیگه نتونستم تحمل کنم و بی صدا شروع کردم به گریه کردن. محمد رضا با دیدن حالم عصبانی شد و به اون زن گفت حیف که زنی وگرنه میدونستم چطور حقتو بذارم کف دستت. شوهر زنم با قلدری بلند شد و از همسرش دفاع کرد اما محمد رضا دیگه نتونست خودشو کنترل کنه و باهاش درگیر شد. دعوا بالا گرفت و محمد رضا حسابی اون مرد کتک زد تا بالاخره چند نفر اومدن و جداشون کردن. بعدم با عصبانیت گفت اندازه ارزن فهم ندارید. بی خود میکنی به زن من حرف میزنی. چند اسکناس روی میز گذاشت و دستمو گرفت و با هم از رستوران بیرون اومدیم. من از حرف اون زن به شدت دلگیر بودم اما از اینکه محمد رضا اینطور ازم دفاع کرده بود ته دلم پر از شوق و محبت بود. قبل از رفتن از رستوران دیده بودم که اون مرد حسابی از محمد رضا کتک خورده. محمد رضا خیلی عصبانی بود. بهش گفتم آروم باش اما گفت بریم بستنی بخوریم. بعد ایستاد و با جدیت گفت هیچ وقت اجازه نده که کسی به خاطر ظاهر تحقیرت کنه و گفت چیزی که منو قشنگ میکنه دل پاک و اخلاقمه. گفت اگه کسی حرفی زد باید قوی باشم و جلوش وایسم. منم بین گریه لبخند زدم و گفتم چشم. بعد بستنی و خرید و رفتیم خونه. چایی براش بردم و گفتم خیلی دوستت دارم. خوشحال شد و گفت خیلی دوست داشتم این حرفو از زبونت بشنوم. بعد گفت باید بره پیش خانواده‌ش و دیگه نمیتونه بهشون دروغ بگه که اضافه خدمت خورده. گفت یه مدت میره و آخر هفته ها برمیگرده. با شنیدن حرفش ترسیدم و گفتم یعنی میخواد تنهام بذاری؟ محمد رضا گفت مجبور شده بره و باید به کاراش سر و سامون بده. گفت یا من برم خونه قدسی خانمی یا ستاره بیاد پیشم. منم خواستم باهاش برم اما گفت باید مدرسه بری و نباید هیچ چیزی مانع رسیدن به آرزوهات بشه. قول داد هر هفته بیاد و نذار اذیت بشم. با اینکه دلم نمیخواست بره بالاخره راضیم کرد و فردای اون روز قبل از مدرسه ساکش رو جمع کرد و بعد از کلی سفارش از خونه بیرون زد. همونجا نشستم و زدم زیر گریه. از اینکه بره و دیگه برنگرده یا خانواده‌اش باعث بشن منو فراموش کنه میترسیدم. با خودم فکر کردم شاید ننش دختر دیگه‌ای براش در نظر گرفته باشه و حالا که سربازیش تموم شده دیگه ازدواج کنه. بعد رفتنش اصلا حال و حوصله نداشتم. نه مدرسه میخواستم برم نه کارهای خونه رو انجام بدم. از قدسی خانم و ستاره اومدن پیشم و ستاره با وسایلش مون تا همدمم باشه. من خونه خودم راحت‌تر بودم و ستاره هم کارهای خونه رو انجام میداد. منم خودم رو غرق درسام کردم و چون درسای اون سال رو تابستون خونده بودم شروع کردم کتابای سال بعد رو هم از یک از معلم‌ها گرفتن و توی خونه خوندن. درسای سال بعد رو هم شروع کردم تا شاید بتونم
تابستون جهشی بخونم. معلمام که خیلی تشویقم میکردن و هر مشکلی داشتم کمکم میکردن. ستاره هم گاهی کنارم مینشست و از بیوفایی شوهرش و زندگی سردشون به خاطر بچه نداشتن میگفت و همین حرفا ترسمو بیشتر میکرد. مدام بهم میگفت زودتر بچه دار بشو تا محمد رضا مجبور بشه منو به خانواده‌اش معرفی کنه. منم بدم نمیومد، حاضر بودم هر کاری کنم تا خیالم از بابت زندگیمون راحت بشه. 5 روزی دوری محمد رضا برام اندازه یه عمر گذشت. پنجشنبه بود و ستاره رفته بود خونه قدسی خانم. منم با ذوق لباس قشنگی پوشیده بودم و منتظر محمد رضا بودم. زخمای صورتم خیلی بهتر شده بود و حتی موهای سرم هم دوباره شروع کرده بود به رشد کردن. داشتم جلوی آینه ابروهامو مرتب می‌کردم که صدایی در اومد. حسم میگفت محمد رضاست. با ذوق دویدم سمت در و وقتی دیدمش انگار دنیا رو بهم دادن. محمد رضا نشست کنارم و با خنده گفت: اینقدر دلت تنگ شده؟ منم زدم زیر گریه. گفت: ماهی گریه نکن، الان که اینجام دلم میگیره. وقتی جونشو قسم داد سری گفتم: جونتو قسم نده. با بغض گفتم: میترسیدم نیای دیگه دوستم نداشته باشی. با اخم گفت: مگه آدم از جونش میگذره که من از تو بگذرم؟ دیگه از این فکرا نکن. بعد ساکشو باز کرد و یه پیراهن سفید گلدار روسری قرمز و یه جعبه چوبی بهم داد و گفت: سوغاتیه. بازو خندیدم و پیراهنو پوشیدم. توی جعبه‌ام یه انگشتر و دستبند طلا بود که شبیه گردنبندم بودن. اول با دیدن دست زخمی و چروکم دلم نیومد انگشتر رو دستم کنم. ولی با صدا زدن محمد رضا سری گذاشتمش توی انگشتم و وقتی منو دید لبخند بزرگی زد. همون موقع صدای در اومد. فکر کردم ستاره است. محمد رضا گفت خودش میره در باز میکنه تا ستاره ببینتش و برگرده خونه‌شون. من گفتم زشته و خجالت میکشه، ولی محمد رضا رفت. وقتی دیدم دیر کرده از پنجره نگاه کردم و دیدم جلوی در با کسی حرف میزنه و خیلی کلافه است. آروم رفتم سمت حیاط و تازه صدای ستاره رو شنیدم که داشت به محمد رضا میگفت: تا امروز هرچی گفتم به خاطر زندگی شما دوتا بوده، ولی اون دختر گناه داره و حقش حقیقتو بدونه. ستاره که رفت محمد رضا برگشت سمت من و وقتی منو دید رنگش پرید. با کنجکاوی پرسیدم: چی به ستاره میگفتی و منظورش از این که من حق دارم حقیقتو بدونم چیه؟ محمد رضا دستپاچه شد و گفت: ستاره فکر میکنه چون زندگی خودش خراب شده همین مردا بی‌وفان و مدام میگه باید زودتر تو رو به خانواده‌ام معرفی کنم. یه جایی کار میلنگید. من دختر ساده‌ای بودم اما نادون نبودم. برای همین گفتم: خب تو که تازه رسیدی، ستاره خانم ماجرای مخالفت خانواده‌تو از کجا میدونه؟ محمد رضا سرشو با نفت ریختن توی علادین گرم کرد و بدون اینکه نگاهم کنه گفت: ستاره فامیل مادرمه. مادرمو خوب میشناسه. با تعجب گفتم: راست میگی؟ خب چرا زودتر نگفتی؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت: چون مهم نبود. ستاره میشه دختر عمه مادرم. مادرمو خیلی خوب میشناسه. میدونه اون محال به این وسط رضایت بده. منم واسه همین میخوام تو عمل انجام شده قرارشون بدم. ببینم ماهزاد، نکنه تو به من اعتماد نداری ها؟ گفتم: چرا بهت اعتماد دارم، فقط کنجکاو شدم، ببخشید. وقتی دیدم از دستم ناراحت شده تونتون ازش معذرت خواهی کردم و سعی کردم افکار منفی رو از ذهنم دور کنم. اما نتونسته بودم حرفاشو باور کنم. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. حرفای محمد رضا با هم همخونی نداشت و من شک نداشتم کاسه زیر نیم کاسه است و میخواستم هر چه زودتر بفهمم قضیه از چه قراره. فردای اون روز جمعه بود و محمد رضا خواست توی خونه باشیم. به خانواده‌اش گفته بود با دوستش مشغول انجام کاری هستن که لازمه به خاطرش آخر هفته‌ها بیاد شهر. دلم آروم و قرار نداشت. برخلاف تصورم که فکر می‌کردم وقتی محمد رضا بیاد دلم نمیخواد از پیشم بره، این بار دوست داشتم زودتر بره تا با ستاره تنها باشم و تحتوی ماجرا رو در بیارم. از طرفی دلم می‌خواست حقیقت رو بفهمم و از طرفی هم از فهمیدن حقیقت واهمه داشتم. با خودم میگفتم: دست بردار مهزاد، تو که داری زندگیتو میکنی و خوشبختم هستی. واسه چی میخوای با فضولی بی خود زندگی رو به کام خودت تلخ کنی؟ اما حرفای شنیده بودم که نمیتونستم بی خیالشون بشم و تا حقیقت رو نمیفهمیدم آرامش نمیگرفتم. بالاخره وقتی محمد رضا رفت صبح زود به جای مدرسه راهی خونه قدسی خانم شدم. وقتی رسیدم مستقیم سراغ ستاره رو گرفتم و فهمیدم هنوز توی اتاقشه. رفتم پیشش و بدون مقدمه پرسیدم: تو با مادر محمد رضا فامیلی؟ ستاره گفت: آره، دختر عمه مادر محمد رضاست و محمد رضا خودش منو به قدسی خانم معرفی کرده تا بهم اتاق بده. با تعجب پرسیدم: پس چرا تا الان چیزی از نسبت فامیلیتون نگفتی؟ ستاره رنگش پریده بود و سعی می‌کرد نگاهم نکنه. وقتی ازش پرسیدم اون شب با محمد رضا درباره چی حرف می‌زدی، گفت بهش گفته که بهتره به ننش بگه زن گرفته و من حق ندارم مخفیانه باهاش زندگی کنم. گفت چون مادر محمد رضا رو میشناسه و میدونه تو خانواده‌اش حرف اونه. میترسه مریم هیچ وقت منو قبول نکنه.
برای همینم مدام بهم میگفت زودتر بچه دار بشم تا جای پام توی زندگی محمد رضا محکم بشه و خانواده‌اش مجبور بشن منو قبول کنن. حرفای ستاره با چیزایی که محمد رضا گفته بود جور در نمیومد. ولی دستپاچگی و لرزش صداش باعث میشد هنوز شک داشته باشم و حس کنم هر دوشون چیزی رو ازم پنهون میکنن. کمی دیگه از خانواده محمد رضا پرسیدم و فهمیدم مادرش مریم زنیه که تو خانواده حرف اول و آخر رو میزنه و حتی خودش برای بچه‌هاش همسر انتخاب میکنه. چند بار دیگه هم تو اون هفته سعی کردم از زیر زبان ستاره چیزی بکشم ولی هر بار همون حرفای قبلی رو تکرار میکرد. کم کم به رفت آمدهای محمد رضا عادت کردم. گاهی 2 هفته نمیومد و بعضی وقتا هم چند روز بیشتر پیشم میموند. منم سعی میکردم نبودش رو با درس خوندن و انجام تکالیف تحمل کنم. این بارم قول داده بود کمکم کنه جهشی بخونم و زودتر درسامو تموم کنم. آخرای اسفند سال 47 بود و 5 ماه از عقد من و محمد رضا میگذشت که یه روز زودتر از همیشه اومد خونه. بعد از اینکه از دلتنگی در اومدیم چایی گذاشتم جلوش که گفت یه خبر خوب دارم واسط. بعد پرسید امروز آخرین روز مدرسه‌ام بوده یا نه و وقتی تایید کردم گفت ماشین برادرش رو قرض گرفته و به خانواده‌اش گفته میخواد با دوستش بره سفر، اما در واقع میخواد منو برای سال تحویل ببره ده. از خوشحالی جیغ کشیدم و اصلا نمیتونستم سر جام بم بشم. فکر دیدن آقا جون و خانواده‌ام باعث شد تا صبح خوابم نبره. همون عصر با محمد رضا رفتیم بازار و برای آقا جون و ننه و ننجون و خواهر و مداماداشون سوغاتی خریدیم. صبح زود آماده شدم، کمی خوراکی برای راه برداشتم و همراه محمد رضا سوار ماشین برادرش شدیم و با ذوق راه افتادیم سمت ده. توی راه از ذوق دیدن خانواده‌ام روی ابرا بودم و فکر می‌کردم آقا جون با دیدنم خوشحال میشه و همه چی درست میشه. اصلا فکر نمی‌کردم ممکنه اجازه ندن وارد خونه بشم. وقتی رسیدیم با دیدن کوچه‌ها و خونه‌های ده کلی خاطره برام زنده شد. جلوی خونه که رسیدیم محمد رضا گفت آقا جون از اومدنمون خبر نداره و همین باعث شد دلم حسابی شور بزنه. وقتی درو زدیم محمد درو باز کرد و با دیدن محمد رضا با عصبانیت گفت آقا جون گفته حق نداری بیای توی خونه. من سریع رفتم پیش ننه و وقتی دیدمش محکم بغلش کردم. ننه هم کلی گریه و زاری کرد و از دلتنگی و بیخبری از من گفت. وقتی فهمید محمد رضا همراهمه ترسید و گفت آقا جون اگه بفهمه دوباره دعوا رو میندازه. بعدم گفت مهدی چند بار با آقا جون حرف زده ولی هنوز از دست من و رنا عصبانیه و نمیخواد منو ببخشه. من با بغض به ننه گفتم که محمد رضا رو دوست دارم و باهاش خوشبختم و تنها چیزی که دلم میخواد اینه که خانواده‌م هم کنارم باشن. اما ننه گفت آقا جون به خاطر انتخاب من خیلی دلش شکسته و هنوز نمیتونه ازدواجمو قبول کنه. داشتم با ننه حرف میزدم که یهو آقا جون رسید و با دیدن محمد رضا حسابی عصبانی شد. یقه‌شو گرفت و به دیوار چسبوند. من و ننه و محمد به زور تونستیم آرومش کنیم. آقا جون با عصبانیت سرم داد زد که چرا برگشتم و چرا با ازدواجم آبروشو بردم. ننجونم اومد و با دیدنم منو بغل کرد و گریه کرد. ولی آقا جون گفت من دیگه دخترش نیستم و باید از این خونه برم. من با گریه التماسش کردم و گفتم آقا جون من خوشبختم. فقط میخوام کنار خانواده‌ام باشم. اما آقا جون برای اولین بار بهم سیلی زد. محمد رضا سریع خودشو جلوی من انداخت و گفت حق نداری بزنی من دست بزنی. آقا جون عصبانی‌تر شد و دوباره گفت از خونش بریم بیرون و حتی گفت وقتی مردم سر قبرش نریم. من با دل شکسته و بدون اینکه حتی بتونم از ننه و ننجون خدافظی کنم همراه محمد رضا از خونه بیرون اومدم. از شدت گریه حالم بد بود ولی محمد رضا دلداری میداد و میگفت میریم پیش مهدی و خواهرام. شاید یکیشون بتونه کمکمون کنه. منم با یه ذره امید همراهش راه افتادم سمت خونه رنا. بعد از اینکه آقا جون من و محمد رضا از خونه بیرون کرد رفتیم خونه رنا. فکر می‌کردم مهدی کمکمون میکنه ولی اونم درو برامون باز نکرد و گفت از وقتی آقا جون فهمیده رنا منو دیده زندگیشون به هم ریخته و دیگه نمیخواد دردسر بیشتری درست بشه. خیلی دلم شکست. با محمد رضا گفتم نمیخوام برم سراغ تورنج و ماهبانو و برای اونام دردسر درست کنیم. محمد رضا گفت نگران نباش برمیگردیم شهر و بعدن خودش دوباره میاد و با مهدی حرف میزنه تا شاید آقا جون راضی بشه. وقتی داشتیم از ده خارج میشدیم یاد سعید افتادم و پیشنهاد دادم بریم دیدنش. محمد رضا هم اتفاقا همین فکر کرده بود. دلم خیلی برای سعید تنگ شده بود و دوست داشتم ببینمش. تمام مسیر به رفتار آقا جون و خانواده‌ام فکر میکردم. هنوز نمیتونستم باور کنم آقا جونی که همیشه پشتم بود به خاطر ازدواجم اینطوری منو از خودش برونه. با این حال ته دلم از اینکه محمد رضا کنارم بود و ازم حمایت میکرد خوشحال بودم. بالاخره آدرس خونه سعیده رو پیدا کردیم. برای خودش و همسرش سوغاتی برده بودیم. همسر سعیده علی در رو باز کرد و وقتی محمد رضا رو دید با خوشرویی تحویلش گرفت. محمد رضا هم منو به عنوان همسرش و دوست صمیمی سعیده معرفی کرد و علی با محبت دعوتمون کرد داخل.
وقتی سعیده رو دیدم از خوشحالی بال درآوردم. باردار بود و از دیدنش خیلی ذوق کردم. رفتیم توی مطبخ و شروع کردیم به حرف زدن. سعیده ازم خواست همه چیزو براش تعریف کنم. منم ماجرای ازدواجم با محمد رضا و مخالفت آقا جون رو براش گفتم. سعیده بهم گفت به نظرش کار درستی کردم که با محمد رضا ازدواج کردم. من نباید به خاطر قهر آقا جون زندگی خوبمو خراب کنم. من از عذاب وجدانم گفتم و اینکه میترسم آقا جون هیچ وقت منو نبخشه. ولی سعیده گفت بالاخره من باید زندگی خودمو بسازم و پدر و مادر نمیتونن تا آخر عمر ازم حمایت کنن. پیشنهاد کرد مدتی صبر کنم تا آقا جون آروم بشه و بعد با چند نفر از بزرگترای ده دوباره برای آشتی بریم پیشش. چون خیلی اصرار کرد، من و محمد رضا 3 روز مهمون سعیده و شوهرش علی شدیم. مردها برای سر زدن به ساخت مدرسه میرفتن و محمد رضا هم سعی میکرد به مهدی نزدیک بشه. اما مهدی انگار بدجور شمشیر رو از رو بسته بود و حتی با وساطت پیش‌نماز ده هم حاضر نشد با محمد رضا حرف بزنه. من و سعیده هم بعد رفتن مردها پای درد دل هم می‌نشستیم. سعیده زندگی خوبی داشت، شوهر منطقی و آرومی داشت و خانواده شوهرش هم زیاد کاری به زندگیش نداشتن و سعیده رو خیلی دوست داشتن. سعیده میگفت باورم نمیشه بعد اون نامزدی ناموفق همچین مردی نصیبم بشه. از ته دل براش خوشحال بودم بابت زندگی خوب و آرومی که داشت. منم براش از محمد رضا گفتم، از دروغی که گفته بود و پنهانکاریاش، از برنامه‌هام و از درسام، اینکه قرار بود تا شهریور دیپلممو بگیرم و حتی مدیر مدرسه قول داده بود بعدش برای کار کردن توی همون مدرسه کمکم کنه. سعیده دوباره بحث بچه‌دار شدن رو پیش کشید و گفت حالا که فقط 6 ماه تا گرفتن دیپلم مونده بهتره بچه‌دار بشم. به نظرش اینطوری هم محمد رضا زودتر مجبور میشه منو به خانواده‌اش معرفی کنه، هم شاید آقا جون با دیدن نوه دلش نرم بشه. من بهش گفتم محمد رضا مخالفه، ولی سعیده گفت باید یه جوری راضیش کنم. حرفاش حسابی ذهنمو درگیر کرد، چون محمد رضا خیلی جدی تاکید کرده بود که فعلا بچه‌دار نشیم. بعد از 3 روز از سعیده و علی خداحافظی کردیم و برگشتیم شهر. سال تعوی رو هم بین خانواده علی گذراندیم. مادر شوهر سعیده خیلی مهربون بود و با دیدن محبتش به سعیده با خودم آرزو کردم کاش خانواده محمد رضا امروزی منو مثل عروس خودشون قبول کنن. بعد از برگشتن زندگیمون دوباره به روال قبل برگشت. محمد رضا برای سر زدن به خانواده‌اش رفت و تا چند روز برنگشت. منم با کمک ستاره و درس خوندن خودمو سرگرم می‌کردم. محمد رضا چند بار دیگه تلاش کرد با مهدی و حتی آقا تقی برای آشتی با آقا جون صحبت کنه، ولی آقا جون همچنان کوتاه نمیومد و کم کم داشتم ناامید میشدم که شاید باید قید خانواده‌مو بزنم. از طرفی از حال عمه و صفدر هم با خبر شدم. هر دو به خاطر بیماری و اتفاقاتی که براشون افتاده بود به کمک دیگران نیاز داشتن. با اینکه عمه و صفدر در حقم خیلی بدی کرده بودن، اما دلم از بدبختیاشون خوشحال نمیشد. حتی فکر می‌کردم اگه اون اتفاقات برای من نمیافتاد شاید هنوز زن صفدر بودم و هیچ وقت با عشق واقعی و زندگی که با محمد رضا دارم آشنا نمی‌شدم. با شروع تابستون بیشتر از همیشه مشغول درس خوندن شدم. سال آخرم بود و می‌خواستم با بهترین معدل ممکن دیپلم بگیرم. محمد رضا برای اینکه بتونم راحت‌تر درس بخونم کمتر پیش خانواده‌اش میرفت و بیشتر کنارم میموند. من برای امتحانات دیپلمم شبانه روز درس می‌خوندم و محمد رضا هم خیلی تشویقم می‌کرد. بهم قول داده بود اگه با معدل خوب قبول بشم برایم تلویزیون بخره. شهریور امتحانامو دادم و مطمئن بودم نمره‌هام عالی میشه و قراره بعدش به عنوان معلم مشغول کار بشم. بعد از آخرین امتحان محمد رضا با یه کارتون بزرگ اومد خونه. وقتی فهمیدم تلویزیونه از خوشحالی داشتم بال در می‌آوردم. خودش گفت مهم نیست نمره‌هام چی میشه، مهم اینه که برای رسیدن به هدفم تلاش کردم. با هم تلویزیون رو راه انداختیم، ولی چون چیزی پخش نمی‌کرد محمد رضا رفت دنبال کسی که درستش کنه. منم با سادگی فکر کردم شاید تلویزیون‌ها هم مثل مدرسه‌ها جمعه‌ها تعطیلن. وقتی محمد رضا بیرون بود یه مرد غریبه اومد دم خونه و با دیدن من بدون اینکه چیزی بگه رفت. رفتار عجیبش باعث شد حسابی بترسم. کمی بعد محمد رضا برگشت، ولی حالش خیلی بد و پریشون بود. گفت پدرش مریض شده و خانواده‌اش خبرش کردن که بره. هرچی خواستم ماجرای اون مرد غریبه رو براش تعریف کنم اونقدر عجله داشت که فرصت نشد. براش ساک بستم و موقع رفتن ازش پرسیدم کی برمیگرده. گفت زود برمیگرده و ازم خواست تا برگشتنش برم خونه قدسی خانم، ولی من قبول نکردم و گفتم توی خونه خودم راحت ترم. قبل از رفتن محمد رضا حرفایی زد که بیشتر از قبل منو نگران کرد. گفت خیلی دوستم داره و حتی یادش نمیاد قبل از آشنایی با من چطور زندگی میکرده. گفت شاید اشتباهاتی کرده، ولی هیچ کس نمیتونه علاقش به من انکار کنه و هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. حرفاش خیلی قشنگ بود، ولی نمیدونم چرا دلم آشوب شده، ترس عجیبی افتاد به جونم. انگار یه حسی بهم میگفت این رفتن محمد رضا با رفتن‌های قبلی فرق داره و شاید برگشتی در کار نباشه. محمد رضا هرچی اصرار کرد منو ببره خونه قدسی خانم قبول نکردم و گفتم همینجا راحتم. ازش قول گرفتم نهایتاً تا پنجشنبه برگرده و منو با خانواده‌اش آشنا کنه. قبل رفتنش کلی از تلویزیون و برگشتنش حرف زد، اما من دیگه هیچ ذوقی برای تلویزیون دیدن نداشتم و فقط دلم می‌خواست محمد رضا زودتر برگرده.
بعد رفتنش حسابی گریه کردم و یه حس بدی داشتم. این کار ته دلم میگفت این بار با دفعه‌های قبل فرق داره و شاید روزای خوشم تموم شده باشه. از ترس اون مرد غریبه که این بعد رفتم خونه قدسی خانم تا با ستاره برگردم خونه. ولی وقتی رسیدم دیدم ستاره لباس سیاه پوشیده و وسط حیاط زار میزنه. فهمیدم شوهرش فوت شده. خیلی برام عجیب بود چون همیشه فکر میکردم ستاره از شوهرش متنفره، ولی حالا فهمیدم با وجود همه این ناراحتی‌ها هنوز بهش وابسته بود و خاطرات خوب اول ازدواجش رو فراموش نکرده. بعد از اینکه آرومش کردیم نیاره خانم برام تعریف کرد که چند روز قبل عبدالله شوهر ستاره اومده بود و بهش گفته بود پولی به عنوان مهریه بهش میده و قراره بره سفر و بعد برگرده تا از هم طلاق بگیرن. ستاره با شنیدن این حرف حسابی شکسته بود. اما عبدالله همراه همسر دومش و بچه‌هاش برای سفر به مشهد راه افتاده بودن که مینیبوسشون تصادف کرده بود. عبدالله، همسر دومش و 3 تا از پسراش توی این حادثه فوت کرده بودن و فقط پسر کوچیکش که پیش مادر بزرگش بوده زنده مونده بود. از شنیدن این خبر شوکه شدم و دلم برای همشون سوخت. هم برای ستاره که با وجود همه سختی‌ها حالا شوهرش رو از دست داده بود، هم برای اون خانواده که یه دفعه داغ چند نفر از عزیزانشون رو دیده بودن. بیچاره ستاره از شدت ناراحتی حالش خیلی بد بود. با اینکه بیشتر از 1 سال بود شوهرش سراغی ازش نگرفته بود، اما هنوز دوستش داشت و دلش به همون چند سال زندگی مشترکشون خوش بود. اون شب پیش ستاره موندم و سعی کردم دلداریش بدم، ولی خودشو مقصر مرگ شوهرش میدونست و فکر میکرد آهی که از ته دل کشیده باعث این اتفاق شده. فردای اون روز همراه ستاره و قدسی خانم رفتیم مراسم خاکسپاری. از چیزی که اونجا دیدم واقعا شوکه شدم. خیلی دردناک بود. شوهر ستاره، همسر دومش و 3 تا از پسراش توی یک تصادف وحشتناک فوت کرده بودن و فقط پسر کوچیکشون زنده مونده بود. وسط مراسم ستاره چشمش به پسر کوچیک عبدالله افتاد که توی بغل زنی به اسم مرضیه بود. با دیدنش سریع رفت سمتش و از مرضیه خواست بچه رو بغل کنه. مرضیه اول کمی مردد بود ولی بالاخره بچه رو به ستاره سپرد و گفت مراقبش باشه. ستاره بچه رو محکم بغل کرد و از جمعیت فاصله گرفت. منم کنارش رفتم. بچه خیلی شیرین و دوست داشتنی بود. چشای روشن و گردی داشته و موهاش بور بود و یه لکه قرمز خیلی کم رنگم روی پیشونیش دیده میشد. ستاره وقتی احمد رو بغل کرده بود با حسرت گفت کاش خدا یکی از این بچه‌ها رو بهش داده بود. اون وقت الان این همه تنها نبود. ازش پرسیدم بعد از این کی قراره از احمد نگهداری کنه و ستاره گفت احتمالاً مرضیه دخترعموی عبدالله، چون کسی دیگه‌ای برای نگهداری از بچه نیست. ستاره که حسابی دلش پیش احمد رفته بود گفت آرزو داره بچه رو بهش بدن و مثل بچه خودش بزرگش کنه.